این مرد وسط امتحان میفهمه همه شرکت کنندا انقدر احمقن که حتی نمیتونن شکلای ساده رو هم سر جاشون بذارن، چون توی 500 سال آینده IQ انسان‌ها انقدر پایین میاد که حتی به جای آب با دوغ آبلی کشاورزی میکنن و همین باعث میشه کل جهان دچار قحطی بشه و حتی آب فقط برای سیفون دستشویی استفاده میشه. مرد سعی میکنه مردمو قانع کنه که باید برای کشاورزی از آب استفاده کنن، اما IQ اونا انقدر پایینه که به مرد میخندن. پس مرد بهشون میگه اسمش یعقوبه و میتونه با گیاها صحبت کنه و اونا میگن تشنه‌شونه و نیاز به آب دارن. اما وقتی یعقوب منتظره تا با آبیاری گیاها در بیان، کل مردم شهر به خونش حمله میکنن، چون آبیاری گیاها باعث شده تمام شرکت‌های دوغ آبلی ورشکست بشن و همه مردم بیکار بشن. پس نیروهای دولت سری مردو دستگیر میکنن، بهش یه سنگ میبندن و سوار پرایدش میکنن تا اینطوری اعدامش کنن. اما